چون هر وقت در همین وقت و ساعت پیشنهادی شما است برنامه فصاحت کلام مستقیما از رادیوی تاجیکستان. در خدمت شما هستیم بنده فرزانه محمدی و همکارم صدبرگ محمد رحیم و کارگردان اصحاب یوسف. شنونده های عزیز، البته ما پیوسته در برنامه از استادان هم استفاده برده تاکید میکنیم که زبان را باید مقدس داریم، زبان را باید دوست داریم، زبان را باید احترام کنیم. اما سؤال به میان می آید که احترام زبان را چگونه می توان درک نمود؟ یعنی از کجا احساس می گردد که یک انسان به زبان خود واقعا محبت دارد، احترام دارد و صمیمیت خود را نسبت به زبان نشان دادن می تواند؟ البته چون مشاهده کردیم از اون صحبت هایی که دایر می گردد، یعنی از صحبتی که میان انسان ها صورت می گیرد معین کردن ممکن است که آنها تا کدام حد زبان مادری خود را دوست می دارند و نسبت به زبان مادری خود احترام دارند. از این رو تصمیم گرفتیم در برنامه امروزه اطراف صحبت گفتگویی یعنی سخنرانی نماییم و ما با این مقصد به استودیو دعوت نمودیم پروفسور سیفالدین نظرزاده را که امیدواریم با اندیشه های جالب و پرتاثیر خود در هدفرس نمودن موضوع به ما کمک میکند. استاد خوش آمدید به استودیو رادیو تاجیکستان. یک جهان سپاس. اصلا جای جمعیتی گفته انسان چرا باید به نوبت بگیرد و در آنجا صحبت و سخنرانی چگونه باید باشد؟ اولا که جای جمعیتی یا که جای عمومی یک جای هست که انسان ها با هم میخورند، با هم صحبت میکنند و در مدت طولانی تاریخ یک سلسله عنصرهای برای رفتار انسان علاقه معین شده است. یعنی پیش از همه احترام انسان از طرف انسان و دیگر صحبت در اندازه همین احترام. یعنی صحبت انسان نباید یک انسان دیگر را خلل رساند یا که نسبت به یک کس با گفته خود به احترامی ظاهر کند. یعنی این مجموعه رفتارهای انسان در جایهای عمومی است که باید هر یک کس رعایت کند. از روی مشاهده ها، تجربه ها چرا نشان میدهند امروز مناسبت بین انسان ها یعنی احترام گذاشتنشون به زبان، نکو صحبت کردن، با اندیشه، با تفکرانه اندیشه رانی کردن و به یکدیگر مناسبت نمودن بیشتر به چه وابسته است استاد؟ به احترام بین خود انسان ها و یا به محبت و صمیمیت داشتن نسبت به زبان مادری خود؟ از کجا منشأ میگیرد این درست اندیشه رانی کردن، درست صحبت کردن؟ درست صحبت کردن، درست گفتگو کردن این یک معیاری هست که معیاری تاریخی است. یعنی در دوام هزار ساله ها این موضوع تشکل یافته است. زبان تاجیکی ما که خود همین زبان امروزه که ما گفتگو میکنیم تاریخی تخمینا 1800 ساله دارد. برای همین در همین مدت 1800 سال این زبان صیقل یافته است و این زبان به یک زبان بسیار شیوای جهانی تبدیل یافته است و بنابر همین مردمی که صاحب این زبان هستند اکثرا به همون عنصرهای زبان گفتگویی که به زبان ما خاص است و از دوره‌های قدیم سرچشمه میگیرد احترام میگذارند و گفتگو میکنند. البته عنصرهای زبانی گوناگون میشوند. هر یک شخص با همون اندازه دانش و سواد و رفتار و اخلاق خود صحبت میکند. بیهوده نیست که میگویند که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. یعنی آنها در محیط خود صحبت میکنند، به همین زبان مادری خود گفتگو میکنند و اگر شما به لهجه های زبان تاجیکی نگاه کنید اگر ببینید مردم چگونه بین خود با لهجه های خود بسیار شیوا صحبت میکنند. یعنی زبان از یک طرف اگر همچون زبان ادبی میراث عمومی تمام مردم باشد، از طرف دیگر با نمونه لهجه و گویش های خود از آن مردم عوام است. شما چگونه واگذاری میکنید استفاده زبان تاجیکی را از طرف شخصان در جایهای جمعیتی؟ البته در جایهای جمعیتی سخن گفتن و با مردم بودن این یک حادثه ناگزیری هست که فرهنگیان باید بیشتر در درون عامه باشند
و البته زبان مادری ما که زبان هزارساله ادبی هست، عنصرهای گفتگوی آن مخصوصا در همین جایهای جمعیتی ظهور می‌یابد. چون که اگر ما از یک طرف زبان ادبی معیار را گیریم، از طرف دیگر زبان معیاری گفتگویی هم وجود دارد که ما آنها را در صحبت‌های غیر رسمی می‌بینیم. ولی وقتی که سخن درباره جایهای جمعیتی که مخصوصا بازار، نقلیات، از جایهای بسیار سرآدمی که در آنجا انبوه مردم جمع می‌شود در این باره می‌رود، در اینجا الکی موضوع زبان ادبی، موضوع زبان گفتگویی ادبی به جای دیگر میگذارد و در اینجا الکی زبان عامیانه در میان میآید. یعنی مردم با همون زبانی که دارد گفتگو میکند و باز یک طرف بسیار مهمی مسئله در آن است که وقت و زمان طلب میکنند که انسان ها باید خیلی کوتاه صحبت کنند. ما مرکزهای فرهنگی بسیار زیادی در تاریخ داشتیم که وقتی که مردم در مرکزهای فرهنگی جمع می شدند، در همین منطقه زبان آهسته آهسته صیقل می‌یافت و یک خصوصیت خاص خود را صاحب میگشت. مثلا فرض کردیم مرکز بخارا، سمرقند، فرض کردیم بلخ باختر، کابل. امروز اگر ما بینیم امروز دوشنبه علاقه یک مرکز شده است و در اینجا نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه جمع شدند و با زبان و با لهجه و با شیوه و حتی با ژرگون‌های خود در هر کجا صحبت میکنند. شما بدونید که زبان مثلا دوریدگر از زبان بیناکار با علاقه استفاده اصطلاحات فرق میکند، حالا که با صحبت و با ژرگون‌های بسیار مخصوصی که این خاصی جامعه امروزی ما و شما است. ما و شما بدونیم که زبان تاجیکی ما در همین یک دوره معین تخمینا فقط زبان خانه و زبان کوچه شده بود و اون زبانی که در رادیو و تلویزیون در دوران شوروی صدا میداد، اون زبان فرسخ‌ها از زبان کوچه و خیابان فرق میکرد و از طرف دیگر تأثیری به حد زیادی زبان غیر یا اینکه زبان روسی با اون آورده رسون که محیطی عمومی یا که محیطی اجتماعی تغییر یافت. در آنجا واژه‌های روسی و اروپایی داخل شدند